امروز 14 نوامبر در اینجا در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه بررسی پرونده چهره‌های شناخته که برای کوشش غصب قدرت گناهکار میشوند آغاز شد. نزدیکان گمانبران و نماینده‌های رسانه‌ها به مرافعه راه نیافتند. طبق اطلاع رادیوی آزادی، مرافعه را دادرس شوکت لطف‌الله‌زاده معاون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان پیش میبرد. در مرافعه امروز علیه گمانبران تنها عیب اعلان شده است. منبع آگاه رادیوی آزادی گفت در روز اول مرافعه معلوم شد که آنها بر اساس بندهای 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و 360 تلاش کردن برای غصب قدرت، 247 قلابی و 305 خیانت به دولت گمانزد می باشند. در روز اول 8 گمانزد را حاضر کردند و در میان آنها همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و اکبرشاه اسکندرف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف حقوقدان و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون اول رئیس حزب دموکرات نیز بودند. مرافعه تا ظهر روز 14 نوامبر دوام کرد. وکیلان دفاع پس از تمام شدن آن از صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. بازداشت چهره‌های شناخته در ماه ایون امسال پس از دستگیر شدن سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان آغاز شد. دادستانی کل تاجیکستان تنها یک بار به طور آشکار عثمانزاده را به آمادگی به زوری گرفتن حکومت عیبدار کرد. تا امروز در رابطه با این پرونده عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، نورامین غنیزاده سرهنگ بازنشسته امنیت و جمشید بایوف سرهنگ بازنشسته امنیت دستگیر شدند. مرافعه روز دوشنبه آینده ادامه می‌کند. از آغاز تفتیشات به این پرونده مهر مخفی گذاشته شده است و هیچ گونه معلومات به رسانه‌ها داده نمی‌شود. عبدالغنی عبدالوهاب، امیر ایسایوف، رادیوی آزادی، شهر دوشنبه.